درود به تمام دوستان، خیلی خوش اومدیم به پارت یک بازی کینگدوم تو کرونز. روی مود کرس میخوایم بریم که سخت‌ترین مود بازیه و روی حالت تو کرونز بریم که ببینیم چی میشه دیگه. خب اول که میایم یه روح عزیز میاد برو راهنمایی میکنه رو به کمپمون. اینجا اولین چیز بازیه که شکل دوتا تاج رو نشون میده و این ریخته میشه. خیلی خوبه واقعا، این لحظه ای که این میریزه واقعا خوب طراحی شده. میریم جلوتر. حالا اول گیم هم که چی نداریم فعلا، الان برسیم جلوتر اوکی میشه همه چی. نه، اینجا سکای ریخته شده برای اول گیم. بازی حالت ساخت قلعه و دفاتور داره که حالا میتونیم به منبع دشمنات حمله کنیم. اینجا کمپ ماست، اینجا کمپ یا حالا میشه قلعه در آینده. فعلا کمپه. اینا هم آدم های هوملسن، بی خانمانن. بهشون که سکه بدیم میشن شهروند ما. بعد میتونیم اینجا مثلا کمان بسازیم و اینا بیان کمان رو بردارن بشن کماندار، یا بیایم این ور چکوش بسازیم چکوش رو بردارن و بشن کارگر. که مثلا اینجا این حالت های برآمده، خاک های برآمده، یه سکه که بدیم دیوار برامون میسازه. اما کن کارگر میاد اینجا چکوششو میزنه و دیوار کم کم ساخته میشه. بایستین الان ببینیم. نه، دیوار ساخته شد. دیوارم الان لول یکمه، چی فعلا خیلی پایین و ضعیفیم چون اولشه. ببینم این روح ازم چی میخواد. اینجا ناکن، اینجا یک کمپایی هست، کمپای آدمای بی خانمانه. اینجا اسپان میشه از اینا، همینطوری هر چند وقت یه بار اسپان میشه. مکسیموم تعدادی هم که آدم بی خانمان میگیره 2 تاست، بیشتر از 2 تا اسپان نمیکنه. خرگوش و اینجور داستانا هم شکارچی میتونه برامون شکار کنه. ببینم آره اینو میزنه شکار کنه، پول برامون اوکی میکنه. هر یه خرگوش یه سکه مثلا میندازه. درختان هم قابل تخریبن، یعنی یه سکه اگه بدیم کارگر میاد بودو بودو از اون. درختان هم بعضی وقتا یه سکه میندازن، بعضی وقتا هم 2 تا سکه، بستگی به شانس. اگه یه سکه بندازن که هیچ فرقی با حال ما نمیکنه چون یه سکه دادیم براش. و یه دونه دیگه کمان میخواد ازم بسازم. اوکی، چیز توتوریال اول گیم تموم شد. اه؟ ناموسن؟ یعنی میره. آره رفت. اسبمونم خسته میشه. نه دیدین شکارچی نه داره خرگوشو میزنه و میشه سکه. اسبمونم خسته میشه، زیاد بود من نفس میفته. باید وایسیم کنار این علف های، این قسمت های سبز که علف بخوره و تازه نفس بشه. این گوزان منابع خوبی هن برای پول در آوردن. هر یه دونش اگه بتونیم شکار کنیم 3 تا سکه میده که سخت شکار کردنشون. 3 تا تیر باید بخورن تا بمیرن. بریم مپو بگردیم ببینیم چست پیدا میکنیم. یه سری چست هست تو جنگل، این چست ها توشون پر سکه است. الان برای اول گیم خیلی به کار اومد. یک کمپ دیگه اینجا پیدا کردم. نگاه این یکی ورش داشت. اینا میتونن پولامونو بردارن ولی خب بهمون پس میدن، مشکلی نیست. بدیم به این آبی هم که داره از اینجا میریزه، این قسمت که 3 تا سکم آورد بالا میتونم بدم. این زمین کشاورزیه، یعنی اگه من 3 تا سکه رو بدم و کشاورزم باید بگیرم، میان اینجا و کشت و کار میکنن و پول برامون در میارن. این مجسمه خیلی مجسمه مهمیه. این مجسمه هدفگیری آرچرامون، هدفگیری تیرکموندارامون رو خیلی بهتر میکنه. الان خیلی بد تیر میندازن ولی این خیلی بهترش میکنه. حالا در آینده که اوکیش کنیم جم میخواد که ما جم نداریم. با اتک دادن جم اینم چسته. سکاشو جمع میکنیم و ببینیم بازم چست هست یا نه. یه سری انمیا داریم به اسم گرید. نه اومدن، یا همون طمع اگه درست بگم. اینا میان دنبال پولایی که ما داریم. یعنی اگه به من دمیجم بدن سکام میریزه و
برش میدارن و میرن. اینجا هم یکی از اسپانراشونه که خودش هم حالت یه موجود زنده داره که یه پورتال هم توشه. خیلی طراحی عجیب غریبی داره. برم نزدیکش بهم اتک میده. نه حالا اینا رو هم میتونیم بزنیم در آینده، یه کار آسونی نیست ولی خب حالا میشه زد. قابل تقریبا بزنیمشون این مپ پاک میشه. حالا مپ های دیگه هم باز داره گیم، یعنی مثلا این مپ رو من تموم کنم مپ دیگه ای باز میاد که خیلی سخت‌تر میشه، انمیا خیلی بیشتر میشن، قوی‌تر میشن، متفاوت میشن، داستان کلا تغییر میکنه. این گیریدا هم شبا فقط حمله میکنه، یعنی الان چون روزه هیچ کسی حمله نمیکنه ولی شب که بشه حمله میکنن به قلمون. برای همین باید دفاع اینا بیاریم بالا که دووم بیاریم. خب من برگشتم به قلعه و شبم شد، احتمال خیلی زیاد الان به اون حمله کنن. اینا این پولایی که شکار کرد از شکار کردن به دست آورده برام جمع کرد. یه کاراکتر داریم تاجر، این تاجر ماست. اینا یه عالم سکه برام میاره. این هر یک روز یک بار میتونیم یه سکه بهش بدیم که الان نمیدونم چرا الان شبه، تو شبا نمیشه بهش سکه داد. هر روزی یه بار یه سکه میتونیم بهش بدیم، میره برامون تجارت میکنه و کلی سکه برامون میاره. او این ور دیوارشو نساختم. اون خیلی چیز خوبیه واقعا، پول خوبی در میاره برامون. بریم این ورم بگردیم و ببینیم که این ور چه خبره. اینجا کشتی ماست، جنازه کشتی ماست در واقع. لاشه کشتیمون افتاده اینجا و اینو باید تعمیرش کنیم. با پولم تعمیر میشه، کلی پول باید بدیم و درستش کنیم. اینو که درست کنیم میتونیم از این مپ بریم و بریم مپ بعدی که کلی آپشن‌های جدید باز میشه، کلی ارتقاءهای جدید، کلی دشمنای سخت‌تر البته. و آره یه چیز دیگه هم پیدا کردم و کشتی رو باید بسازیم. کشتی هدف اصلیه در واقع، ساخت کشتی و رفتن به مپ بعدی هدف اصلیه تو این گیم، حتی بعد از زنده موندن. از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش مزخرف. بریم ادامه مسیر دیگه. این بر فکر نمی کنم چیز خاصی باشه، بیشترش اومدیم. این کلبه کوتوله است، اینم جم میخواد. متاسفانه من از جم ندارم. جم باید اتک بزنیم به قلعه دشمنامون و قلعه گیریدا و جم به دست بیاریم. جم اتک تو چستم پیدا میشه. خب حالا کوتوله چیه؟ کوتوله یه حالت مهندس ناظرطور داره که وقتی آنلاکش میکنیم و برجای کماندارمون رو مکس کنیم میتونیم تبدیلش کنیم به یه چیز دیگه. حالا اینا رو در آینده کم کم میبینید. این پارت بیشتر دارم چیزای پایه رو توضیح میدم که یه کمی گیم بیاد دستتون بدونی چه جوریه، چون واقعا گیم خفنیه. اینم چیزه حالت شهاب سنگتوری خورد اینجا. اینا حمله کردن دوباره. الان اینا چون کمن رو میتونیم چند تا سکه میندازم و میدارن میرن، ولی خب خیلی زیاد میشه. این دفعه 200 حمله میکنه دیگه، پول نمیتونی بدی، باید فرار کنی. این هم یه حیوانه، میشه گفت که حیوانیه که سوارش میشی. من سوار اسبم، از هم نفسش کم، هم سرعتش کم، هم ابیلیتی نداره. این حیوان هم 2 تا جم میخواد، باید بگیریمش. حالا میتونیم حیوانای دیگه هم بگیریم، حیونا متفاوت زیاد داریم. اینجا قلعه اصلی گیریداست، یعنی اونی که اونور بود یه صرفا پورتاله که اونا رو از اینجا تلپورت میکنه به اونور که از دو طرف اون حمله کنن که روشنم شد. این اصلیشه. اینو اگه نابود کنیم کل گیریدا دیگه اسپان نمیشن تو این مپ، البته تو مپ‌های بعدی اسپان میشن. برگردیم به قلعه، یه کمی دیوارامون رو لول اپ کنیم ببینیم چی میشه دیگه. بودو حالا میان میگیرن. گیریدا اگه بزنن به این آدمایی که ما یه سکه بهشون از بیخامنمان شدن شهروند، بزنن یه سکه که به اینا دادیم میریزه و اینا دوباره تبدیل به بیخانمان میشن و سرعتشون هم کمه. متاسفانه ممکنه گیریدا بهش برسن. اینجام کمپ تاجرمونه. تاجر میاد اینجا و تجارت میکنه. تجارتش انیمیشن و داستان خاصی نداره، فقط میاد اینجا یه مدت میشینه و بعد سکه رو برامون میاره. دیوارا رو یه لول اپ میتونم بکنم. امیدوارم گیریدا زود نرسن، چون وقتی دیوار رو لول اپ میکنیم گیریدا میتونن توش رد شن. فقط یه اسکلت بندی دیگه، هنوز دیوار ساخته نشده.
خب گریدی حمله نکرد از این طرف، مثلا که از اون ور حمله کردن و آرچرها زدشون. آرچرها همشون رو زدم. به این تاجرم یه سکه بتونم بدم خوب میشه. نمیذارم هم شد. چه سکه نمیگیره. خانه آدم شهروندا. گیرید تو روز گیرید چرا حمله باد کنه؟ چند تا آرچر بگیریم که دفاعمون قوی تر بشه و این دیوارم لول اپ شد. من دیوار دیگه بیشتر از این نمیتونم لول اپ کنم تو این مپ، چون معدن سنگ ندارم. معدن سنگ فکر کنم توی مپ بعدی باشه که میتونم چقدر سکه دمش گرم. میتونم از اینجا چک کنم. این چیزای کمرنگی که میبینید حالت پرنده هست که افتاده بود. اون پایین سمت راست کوتوله است، بالا سمت چپ هم برج آرچر است که گفتم نشونه گیری رو بهتر میکنه. تو هر مپ اینا هستن که آنلاک کنین، چیزا متفاوت هست. حالا اونم کشتیونه که افتاده تو آب شکسته است. توی مپ بعدی احتمال الان نمیتونم ببینم متاسفانه، توی مپ بعدی احتمال زیاد معدن سنگ هم پیدا کنیم و بتونیم چیزامون رو لول اپ سنگی کنیم، وارد عصر سنگ بشیم. سنگ اینم بزنم و دوتا بیلدر دیگه هم بسازم. جایی که درخت هست متاسفانه از این خرگوش و اینا اسپان نمیشه، برای همین خوبه که درخت ها رو بزنیم تا خرگوش اسپان بشه، شکارچیامون بزننشون و پول برای ما بیارم. ولی خب یه مشکلی هم که هست، برم اونور تا یه چیزی براتون توضیح بدم. ولی خب یه مشکلی هم که هست اینجا، الان مثلا اینجایی که این کمپ وجود داره، این درخت رو میتونم نابود کنم، اوکی اینم میتونم، ولی نابودش کنم کمپ هم نابود میشه. یعنی دیگه اینجا آدم بی خانمان جمع نمیشه که مثل این بزنم و شهروند برای من بیاد که بتونم بکنمش آرچر، بیلدر یا هر چیز دیگه. برای همین یه دونه درخت حداقل باید نگه داریم کنار کمپا که حالا مگه اینکه دیگه خیلی وضعمون خوب بشه نیازی نداشته باشیم بتونیم نابودش کنیم. نابودش هم کنیم یه سازه جاش میشه ساخت که یه حالت خونه یه که توش خیلی کمتر اسپون میشن این بی خانمانا و دیگه بی خانمان نیستن، شهروندن همون لحظه که اسپون میشن، ولی هر کدوم 5 تا سکه میخواد که بتونیم بیاریمش تو قلعه. که خیلی واقعا مقدار زیادی میخواد، نمیارزه میشه گفت. یه لول اپ دیگه کنم. نه همینجوری که لول اپ کنم داره میشه قلعه دیگه. لول بعدی دیگه بیاد. نه لول حالت حالا خونم از قلعه نمیشه گفت، حالت قلعه چوبی داره که حالا لول پایینشه فعلا. دوتا هم برج کماندار ساختم، از این بالا خیلی کماندار بهتر شلیک میکنن، خیلی شلیک که حالا تیر میندازن. شب شد ببینیم گیری دارن حمله میکنن احتمال زیاد. اینا اومدن امشب رو که دفاع کنیم احتمالا یه زمین کشاورزی هم بسازم. سکه کجا افتاد و نمیتونن یه گیری دو بزنن. خوب یه زمین کشاورزی بسازم چون پولم کمه. ببینم اینجا کشاورزی هست نیست، دور به درد نمیخوره چون کشاورزا میرن اونجا کشاورزی میکنن، شب که میشه اینا باید برگردن و اینا چون خیلی دورن نمیرسن که برگردن تو قلعه و گیریدا میزننشون. داس و اینا شدن میگن هر داس هم 4 تا سکه میخواد، اصلا خوب نیست اینجور. ولی خب به پولم نیاز دارم، میتونم یکم دیوارا رو بیارم جلو نزدیک زمین کشاورزی کنم که بتونم کشاورزم بسازم. الان حتی ابیلیتی کشاورز ساختن ندارم، فقط یه چکش و یه کمون که وقتی این دیوار رو بسازم اتفاقای جالبی میفته. درخت‌ها رو نابود کنیم که بتونیم اینجا زمین کشاورزی بسازیم. وای میسیم تا کارگرامون بیان. خب کارگرامون هم اومدن، اینا رو اگه نابود کنن زود خیلی خوب میشه. موزیک گیم خیلی خوبه، من هر از چنگایی سعی میکنم که سکوت کنم و صدا رو زیاد کنم که شما موزیک گیم رو بشنوید. خب الان اینجا من باید بتونم اینو بسازم، یکم باید اینا
زمین کشاورزی رو بسازیم. اون یه دیواری که من این جلو ساختم، این یه دونه اضافه، این وسط باعث شد که اینجا فروشنده داس اضافه بشه و من بتونم داس بخرم به ازای هر 4 سکه و کشاورز بگیرم که بیان اینجا و در من محصولات بکارن و کشت کنن و پول در بیارن. هنوز کمی دور زمین کشاورزی نسبت به قلعه، ولی خب میشه یه کاریش کرد. فکر کنم بتونم فرار کنم شبا. همین لول آپ کنیم. دیوار که میسازیم بکگراند دقت کرده باشین اینا لایه های چوبی میان بالا. ببینم الان این دیوار ساخته بشه. نه این عقبی اومد بالا، الان اینم میاد بالا. خیلی جالبه این حالات، انگار واقعا تو قلعه ای و خیلی حس جالبی میده. اینم اومدم بالا. الان چون توی مپ یکیم فقط داس و چکش و کمان برام باز میشه، ولی خیلی چیزا متنوع‌تری هم هست که حالا بهشون دست پیدا میکنیم. یکم من پولا رو جمع کنم تا شب بشه و گیریدا حمله کنم ببینیم. این شب هم رد کنیم، فردا برم برای ساخت کشتی که بریم از اینجا دیگه. خب شب شد، کشاورزامون اینا هاشن فرار کردن اومدن تو قلعه و کماندارامون هم اومده دفاعن. اینجا کمی محصول کاشتن گیریده اومدن. محصول کاشتن رو اومده بالا، این محصول کامل روش کنم میشه سکه. خیلی خوبه. ببینیم میتونیم دفاع کنیم این شبو، چون خیلی کمه کماندارامون. دیوار داره میاد پایین. بزن توشون خوی. وای این دیوار رو باخت دادیم دیگه. میتونم برم جلو چند تا سکه بندازم. خوبه این دیوار هم دیوار که رو به خرابی میره کماندار رو فرار میکنن. اگه فرار نمیکردن خیلی واقعا اوضاع بهتر میشد. حتی فرار نمیکردن باز دستشون میشه گفت میداریم، چون گیریدان میزدنشون. ولی الان خوبه یه ذره از دیوارشون موند، میتونن بیلدرها بازسازیش کنن. بریم برای ساخت راستی یک کاراکتری رو یادم رفت براتون. چقدر خوب زدن این دوتا. یه کاراکتری رو یادم رفت براتون توضیح بدم. اینه این بنفشه. بذارید چیزو بفرستم برای تاجرو. این بنفشه داروغه است، یه جوره میشه گفت خزانه داره. این من که بهش پول بدم برام نگرش میداره، بعدم با سودش بهم پس میده. اینم خیلی کاراکتر خوبیه برای وقتی که پولدار باشیم. من پول خاصی ندارم. برم برای ساختن کشتی دیگه. خب رسیدیم به کشتی. دیدم چقدر سکه میخواد. 10 تا میخواد. 10 تا سکه شو بدیم. الان یه خوبی که دیدین این چوب از هوای دفعه ریخ زمین، اینا تمام قطعاتی هم که باید بیلدرها بیان سرهمش کنن رو کشتی. یه خوبی که داره چون مپ یکیم خیلی بازی بهمون رحم میکنه و تمام قطعات خودش به اون 10 تا سکه داد. ولی خب تو مپ‌های دیگه 10 تا سکه رو بدیم فقط این اسکلتی که رو زمینه میاد، این اسکلت کشتی که رو زمینه و این مساله و چوبایی که ریخ رو زمین رو بهمون نمیده. باید به ازای هر یک تیکه چوب 2 تا سکه بدیم توی مپ‌های دیگه. حالا میریم در آینده خودتون میبینید که داستانش چجوریه. میره الان مپ یکی، چون مپ یکی راحت میگیرتش و اینو برامون میسازه که الان بیلدرام بیان سرهمش کنن و من کمی ساکت بشم که موزیک رو گوش کنید شما. ای وای گیریدا حمله کردن بهمون. این گیریدا قطعات کشتی رو میدزدن.
وقتی که قطعات کشتی باشه اینا رو میدوزم متاسفانه. الان نگاه کن، باید 2 تا سکه آدم برای هر قطعه. یه تیکه کوچیک، هر 2 تا سکه فقط یه تیکه کوچیک میاره. سکه هم ببرن خیلی بهتر از اینکه قطعات ببرن، چون هر قطعه 2 سکه است، ولی خب هر یه سکه یه دونه میبرن میرن دیگه. حالا خب کشتیمون هم دیگه کاملا ساخته شد. میتونیم بندازیمش تو آب. بیلدر رو بیارنش کنار این زنگوله. زنگو که به صدا در بیاریم، آرچرها و بیلدرها پریدن تو کشتی. دیدید آرچرامون هم میان و سوار کشتی میشن که با هم بیان بریم مپ بعدی. دیگه مپ بعدی از هیچ نیست، دوباره بریم یا عالم سکه جمع کنیم یا عالم آدم بیخواد خانمان جمع کنیم و شهروند و اینجور داستانا که بخوایم همه چو بیاریم بالا. مپ بعد این آرچرامون و بیلدرامون با اون هستن که خیلی کمک میکنه بهمون برای اول کار. سکه رو از اینجا جمع کنم. یه بیلدرم بسازم تو این مپ بمونه. ببینم کشاورزا پول جمع کردن برام. پول بدید به اینا. از کنار اینا که سریع رد بشیم پول بهمون نمیدن، ولی اگه آروم از کنارشون رد بشیم هرچی سکه داشته باشن بهمون میدن. مثلا این شکارچی کلی سکه جمع کرده بود، اینم یکیشون برداشت احساس کردم از سکه هم. آره اینا. خب دیگه میتونیم بریم برای مپ بعدی. بریم کنار کشتی که این پولم از خزانه دار بگیرم. دیگه میتونیم یه 2 تا کماندارم بسازیم و بریم کنار کشتی که بریم مپ بعد. خب رسیدیم پیش کشتی و یه چند تا شکارم برامون کردن که خیلی خوبه. اینم پول دیگه جمع نکردن. نه یه زنگوله دیگه فکر کنم بتونم بزنم و بیشتر کماندار بیاد. احساس کنم کماندار کم داریم میبریم. 3 تاست کلا. بذار ببینم کماندار بیشتری میاد. آره داره میاد. خوبه. این کماندارم بیاد فکر کنم همین یه دونه است که دیگه بریم مپ بعدی و ببینیم مپ بعدی چجور پیش میره. خب اینم بود از این مپ و این ویدیو. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید و تا ویدیو بعدی. خسته شدم، از بس استراحت کردم.